مفتخریم که از سوی خانه سینما جامعه اصناف سینمای ایران تندیس افتخار خود را برای دماوند موسیقی ایران تقدیم کنیم به یادگار خوب سهراب. اینک به پاس حضورش جملگی بایستیم. سپاس. درود و سپاس. نمیدونم، چون من هیچ مقدمه ای نبود برام که هیچ سپاسگزارم واقعا. من به عنوان بیننده اومده بودم در این جشن و افتخار میکنم که در بین اهالی سینما هستم و شما عزیزانی که به سینما عشق می‌ورزید. خیلی عنوان بزرگی به من دادن که من شایستش نیستم ولی دلم برای تمام هنرهای این سرزمین میتپه، از موسیقی گرفته هنر سینما و دیگر هنرها. هنر که هر حال تجلی روی روح انسانی است، عشق آفرین است و زیبایی ایجاد می‌کند و برکشنده انسان به سوی برتری‌های انسانی و بازدارنده انسان از گناه است. ما بدین جهت هنر رو دنبال می‌کنیم همگی. امیدواریم بتوانیم که در راهی که میریم صمیمانه راست بگیم و ریاکاری نکنیم در کاری که افتخار بزرگی بود برام امشب در این جمع. اون هم به پاس محبتی بود که جناب مجید مجیدی کردن در ارتباط با باغ هنر بم که اعلام آمادگی کردن و این باعث شد که من افتخار حضور در این جمع رو پیدا بکنم و از نزدیک با یکایی که اهل سینما آشنا بشم. به سینما سال هاست که عشق می‌ورزم و یه بخش ارزنده از زندگی من همیشه با فیلم های سینمایی در منزل گذشته. متاسفانه در سالن های سینما زیاد راه ندارم، نمیتونم برم، ولی در خونه از سینما استفاده میکنم و لذت میبرم. به هر حال تشکر از همه اهل سینما، از بزرگان، اساتید، کسانی که امشب در اینجا جایزه گرفتند و کسانی که نامزد بودند و جایزه نصیبشون نشد، مثل ما که در جایزه‌ای بنا بود نصیبمون بشه و نشد در جایزه گرامی و جزو نامزدها بودیم و نصیب همسایه‌مون شد. به هر حال خوبیش اینه که همه داریم برای انسانیت، برای هنر، برای زیبایی در سرتاسر دنیا کار میکنیم. حال اگر اینکه جایزه نصیبمون بشه یا نشه، نباید خیلی بدحال بشیم یا خیلی خوشحال بشیم. خب من نمیدونم که در این اوقاتی که شما همه میدونم که زمان زیادی رو در اینجا نشستید، خسته شدید، من نباید با صحبت‌های زیادی
وقت شما عزیزان رو بگیرم. به پاس این دیدار اگر که صدام اجازه بده چندیست که مجال خوندن پیدا نکردم، مخصوصا که الان 3-4 شبه که اصلا نخوابیدم و حال خوبی ندارم و بدشانسی منه که امشب با این حال اومدم اینجا، ولی نمیدونم چی باعث بخونم چون هیچ قراری نبوده. حالا یه چیزی میکنم برحال اگه حالا میکنم به یاد علی آتانی. بله حالا یادم نمیاد، از دلشدگان چیزی یادم نمیاد، ولی یه تصنیفی رو که خیلی دوستش دارم، اگر لطفا بفرمید که به من یکم آب بدن. دانم خوش شده، متشکرم. یه تصنیفی است که خیلی دوستش دارم که گاه اوقات که تنها بشم برای خودم میخونم. اینو براتون میکنم. از تصانیفی است که در این 40-50 ساله ساخته شده، استاد علی تجویدی ساختند و جناب منان اجرا کردند و خانم منیره طاها هم شعرش رو سرودند. من اون رو براتون می‌خونم. سپاس. مرا عاشقی شیدا فارغ از دنیا تو کردی مرا عاقبت رسوا مست و بی پروا تو کردی نداند کس جانا چه کردی چه ها کردی با ما چه کردی دو چشمم را دریا درفشان گوهرزا تو کردی روان از چشم ما گوهرها دریا تو کردی نه یک دم از جرأت
فغان کردم، نه دستی سوی آسمان کردم. منم اکنون چون خاک راهی، منم اکنون چون خاک راهی. غباری در شام سیاهی، اگر مهری رخشد تو مهری، اگر ماهی تابد تو ماهی، اگر بودی باید تو بودی، اگر هستی پاید تو هستی. شمیم روح افزایی، مشکی عودی، منیر البزم آرایی، چنگی رودی، چنگی خب اجازه بدین استاد شجریان، اجازه بدین من دعوت بکنم از مدیرعامل محترم خانه سینما و دبیر محترم جشن نهم خانه سینما جناب آقای سید ضیاء هاشمی و جناب آقای عسکرپور جهت اهدای لوح افتخار سینمای ایران، خانواده سینما ایران، به بزرگ آواز ایران زمین حضرت استاد محمد رضای شجریان. استاد با صدای شما در آسمان عشق هلال ماه رویت میشه.